با سلام خدمت شما دوستان و بزرگواران. امروز وقتی وارد بخش شدم یه خانومی دیدم که روی تخت خوابیده. رفتم پیشش و طبق معمول که ما باید بیمارا رو ارزیابی کنیم و مصاحبه کنیم ازش پرسیدم که چرا خودکشی کردی؟ دلیل خودکشی تو چیه؟ عنوان کرد که بین خودش و شوهرش اختلاف شدید افتاده و به خاطر این موضوع خانم کلافه شده و خودکشی کرد. وقتی که این رو شنیدم خواستم که همکارام به همسرش زنگ بزنن و بیاد در بخش حضور داشته باشه تا من بتونم باهاش مصاحبه کنم. شوهر اون خانم وقتی اومد عنوان کرد که ما یه پسر 15 ساله و یه دختر 10 ساله داریم. مادر بچه ها خیلی به دختر 10 ساله بهای بیش از اندازه میده و این بچه هر کاری میکنه مادر در برابرش تسلیمه و این باعث شده که مادر احساس کنه بچهش هرچی میگه درسته و بچه از این حالت سوء استفاده کنه. بچه برای اینکه مادر نسبت به پدر توجهی نداشته باشه یا بالعکس پدر به مادر توجه نداشته باشه بین این دوتا خبرچینی میکرد. از این به اون خبر میبرد و از اون به این و جالب اینجا بود که خبرهای اشتباه میداد. چیزایی که این دوتا روش حساس بودن رو به طرف مقابل میگفت. مثلا به پدر گفته بود که مادرم با یه آقایی در ارتباطه، در صورتی که اصلا وقتی پدر تحقیق کرده بود همچین چیزی صحت نداشته و به مادر گفته بود که پدرم با یه خانومی در ارتباطه و من دیدم جلوی من به اون خانوم تلفن میکنه و اینقدر مغز مادر رو شست و شو داده بود که مادر باورش کرده بود که همسرش با خانومی در ارتباطه. به نظر شما آیا درسته که ما وقتی که توی مسائل زناشویی با هم دعوامون میشه بچه ها رو دخیل کنیم؟ آیا درسته که من انقدر به بچم میدون بدم که جای من و بچم عوض شه؟ یعنی بچم به من بگه چی کار کن چی کار نکن؟ به نظر شما آیا آینده این بچه چطوری میشه؟ آیا میتونه یه زندگی خوب داشته باشه و زندگیشو خوب اداره کنه؟ یا این حالتی که الان براش به وجود اومده میشه عادت این بچه و بعد هم تو جامعه، نه فقط زندگی زناشوییش، کلاً تو جامعه تو روابط بین فردیش شکست میخوره؟ خیلی دلم میخواد نظراتتون رو بدونم که آیا این قضیه به نظرتون درسته؟ و باید این پدر مادر چیکار میکردن؟ به جای اینکه بچهشون رو این وسط ملعبه کنن و بیان هی با بچه درد و دل کنن، بچه رو تشویق کنن، از بچه کمک بخوان، بهتر نبوده از روانشناس کمک بگیرن و تراپی برن؟ ممنون میشم اگه که نظراتتون رو بگین و اگه از این پست خوشتون اومد لطف کنین لایک و فالو رو فراموش نکنین. روز بخیر.